با سلام خدمت دوستان نهایت عزیز، انشالله همیشون خوب صحتمند باشین. دوستان نهایت عزیز، من بعد نیت داریم که هر هفته یا 2 هفته یا 2 روز در میان یا هفته یک بار بعض از ویدیوهای کوتاه آموزشی در بخش دندان برای دوستان ارائه کنم و امیدوارم که برایشون مفید واقع شود. کسایی که پیشنهاد داشته باشه میتونن کامنت کنن و ما پیشنهاداش در نظر میگیریم. موضوعاتی که برایشون مهم و موضوعات انشاءالله ما تلاش میکنیم که با صحبت کنیم. خب امروز بحثی که قرار صحبت شود یک از دکتر صاحبای عزیز زیاد سوال پرسان میکنن در رابطه با تداوی دندانهای شیری هست. خب تا جایی که همه عزیزان اطلاع دارن، دندانهای شیری دندانهایی هستند که در مرور زمان فرمسال بعد از 7 سالگی یا 6 سالگی افتادن از آن شروع میشه تا سن 11 الی 13 سالگی میتونه که به صورت آهسته آهسته از رفتن بیفته و به جای دندانهای دائمی خروج پیدا کنند. خب نکته که مهم است که یک طفلی که 3-4 ساله باشه، دندانش درد داشته باشه و مشکلات دندانی داشته باشه یا طفل کوچکتر یا کلانتر، ما چه قسم باید تداوی کنیم و تداوی دندانهای طفل با چه قسمی صورت بگیره، یا به صورت بهتر بگویم که تداوی دندانهای شیری چه قسمی باید صورت بگیره. خب دکتر صاحبای عزیز و دوستان نهایت محترم، در قسمت تداوی دندانهای شیری یک نکته که ما شما باید در نظر بگیریم، فرض مثال من فرض کنید یک دندان برای شما در نظر میگیرم، فرض کنید یک دندان مثلا شیری باشه. خب هدف از تداوی دندانهای شیری است که من دندان شیری حفظ کنم تا زمانی که دندان دائمی خروج پیدا کنه و دندان شیری از جوانتر بیفته و به جایش دندان دائمی فرامثال خروج پیدا کنه. در صورت که من دندانهای شیری را زود از وقت بکشم، امکان از این وجود داره که قوس دندان نامنظم شود. شما یاد در نظر بگیرید دکتر صاحب عزیز، بعضی از متاسفانه بعضی از دکتر صاحبا دندانهای شیری را میکشن. مثلا فرض کنید که این دندان دچار کریز شده یا دچار یک خرابی هست، طفلک می دندان شدن درد داره و والدینش هم در باور است که دندان میفته و بجاش دندان دائمی خروج پیدا میکنه. کاری که ما شما باید انجام بدیم یکی دندان حفظ کنیم، چرا در صورت که این دندان کشیده شود دندانهای پهلو به سمت دندان خالگاه حرکت میکنه و باعث میشه دندان دائمی که بخواد از قسمت خروج پیدا کنه باعث میشه نامنظم شود، یعنی همین دندان دائمی دیرتر خروج پیدا میکنه، قوس دندان نامنظم میشه، دندانهای پهلو به سمت خالگاه حرکت میکنه و دندانی که در قسمت بالا یا آنتاگونیست هست یعنی به سمت پایین حرکت میکنه و باعث میشه که این مسیر دندان دائمی متاسفانه با مشکل روبرو شود. و هم لازمه که بهتر است که دندان دائمی دندانهای شیری حفظ شود و نگهداری شود تا قوس دندانهای آینده با مشکل روبرو نشود. خب شما برای تداوی دندانهای شیری 2 اصطلاح استفاده میشه. یک اصطلاح است به نام پولپوتومی استفاده میشه، پولپوتومی، و یک اصطلاح است به نام پولپکتومی استفاده میشه، پولپکتومی. 2 اصطلاحی است که ما شما میتونیم برای دندانهای شیری به کار ببریم. پولپوتومی در این معنی است که مثلا مثال پولپی در قسمت تاج است مکمل برداشته میشه و پولپی در قسمت ریشه است حفظ میشه، باقی نگه داشته میشه تا این بردن مشکل نمون نشه. و پولپکتومی حالتی است که همین پولپایی که در قسمت ریشه هم هست در قسمت رود کانال هست اینا چی برداشته میشه. پولپوتومی یک حالت قسمی مانند هست ولی پولپوتومی یک حالت کامل است که انشالله در ویدیوهای بعدی ما شما در رابطه با پولپوتومی و پولپوتومی بیشتر صحبت خواهیم کرد. انشالله برای شما مفید باشه و میتونم موفق و معید باشید. کسایی سوال هم داشته باشه میتونن کامنت کنه و همون نظریات که شما دارید با ما شریک بذارید. موفق و معید باشید. خدا حافظ و ناصرت.